هی وکس چطوری داره بچه کاپتان جیوتی هستم. خیلی خوش اومدی به یک ویدیو دیگه از چنل من و امروز اومدیم سراغ لوداوت‌های متای وارزون بعد از آپدیت مید سیزن و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک کامنت ساب حتما فراموشتون نشه و بدون معطلی لیتس خب برعکس برگشتیم با وارزون و همین الان آپدیت پلیلیست داد دمش گرم. و قبل از اینکه بریم برای وارزون من یه عذرخواهی بکنم به خاطر صدام و یکم بیحالم. فکر کنم مریض شدم دیگه، سرما خوردم و صدام کامل گرفته. حالا نمیدونم چی میفته توی ویدیو، ولی خب بچه توی پچ نوتی که حالا من خوندم و نمیتونم ویدیوشو بگیرم، چند تا گانو باف کردن، چند تا گانو نرف کردن، ولی متاها زیاد تغییری نکرده و امروز میریم کامل تمام گانایی که باف شدن و گانای متا رو کنار هم جمع کردیم، با هم دیگه بررسیشون میکنیم و در آخر گانای متا رو به شما من میگم که چیان، بهتون معرفی میکنم. لایک کامنت و ساب حتما فراموشتون نشه، حمایت کنید. و اولین لوداتی که میخوایم بریم سراغش لودات LMG مونه که LMG که باف شد داخل این آپدیت که دیروز هم اومد. LMG برونن MK9 که با این اتچمنت من چیدمش. برل دومی رو میذاریم که حالا اگه که بهتون رنج بده و حالا این شیپاری زیاد مهم نیست، ولی خب رنج خیلی بهتری نسبت به گانای دیگه بهتون میده. اما اگه با ریکویل مشکل دارید این هم خوبه بذارید، ولی خب گان دورزنیه، نزدیک زن نیست، پس باید رنجش قوی باشه. مازل مثل همیشه زهم چیه اسمش این مزخرفه، اینو میذاریم که ریکویل خوبی میگیره. جک BFP بچه خوبه ولی لرزش ایمتون رو زیاد میکنه. ریکویل خوبی میگیره ولی نها کنید اون لرزشی که توی اسکوپ گام میگیره خیلی زیاد. نها کن ببینید لرزش رو میگیره. حالا با این مازل ما امتحان کنیم لرزش قشنگ نصف میشه. نها کنید لرزش قشنگ نصف میشه. شما میتونید حداقل از داخل اسکوپ ببینید این طرفو، یعنی میتونید ببینید ترکش کنید. آندربرل هم براونن هیوی میذاریم که ریکویلش رو بگیره، خشاب 60 تایی و اسکوپ هم که به دلخواهه. این LMG متامون. و اما SMG متا بعد از این آپدیت هنوز هم HRMه و با همون اتچمنت تقریبا من تستش کردم، با همون اتچمنت متاه و راضی هم ازش. خدایی خوب میزنه، رنج نزدیک و خوب میزنه. SMG های دیگر هم تست کردم، زیاد مالی نیست واقعا. HRM خیلی بهتره، قشنگ انمی رو میخوره تو فاصله نزدیک و همون بیلد، همون اتچمنت با همون اصلا هیچ تغییری توی HRM من ندادم و هنوز هم متای سنگینیه. پس SMG متا اولیش HRMه. لودات دومی که بر اساس باف داخل پچ نوت چیدم و تستش کردم، دوتا گانی هستن که واقعا لذت بخشه باشون تیراندازی. و اینو بگم که بچه اگه داخل ویدیو کم بی حالم ببخشید دیگه، واقعا به زور مجبور شدم بیام این ویدیو رو بگیرم و گفتم که حالا این ویدیو رو میگیریم حالا تا خوب بشیم ویدیوهای خفن‌تر و با حس و حال بهتری بیاره. این دوتا گان رو من بر اساس بافای داخل پچ نوت نوشتم، درست کردم و بچه واقعا لذت بخشه بازی باشون، واقعا حال میده بازی. اسم این چیزی یادم رفت، ایاره اسمشو با هم نمیگیم. واقعا بچه ایار قویه، هم نها کنید نزدیک و خوب میزنه، هم رنجو. واقعا گان متاییه و یکی از گزینه‌های عالی برای رنکه. یعنی اگر میخواید رنک بزنید، گانی که مثلا دارید رنج رو میزنید یهو یکی میپره فاصله کلوز جلوتون، دیگه شما سویچ نکنید روی SMG که بزنیش.
سریع با همین گانو بچرخونه اون روش بشوره یارو رو ببره. واقعا این SVA 545 گان بسیار متا و خوبیه. من خودم برای رنگ حتما این گان استفاده میکنم. SMG دومی که متای WSP9 که توی چیزم بود، اتچمنت اونو نشون ندادم، فقط بردم چیزش نشون دادم. بچه این اتچمنتش برل اولی رو میذاریم که بهمون رنج و ریکویل کنترل خوبی بده. مازل همون زهمو من میگم بچه اسمش زهمو میذاریم که ریکویلش رو بگیره. برونن هوی برای ریکویل، خشاب 60 اپتیک هم که دل بخواه. اما WSP9 قبل از مید سیزن هم SMG دوم بود و هنوز هم به همون قدرت و به همون خوبی هستش. برل چهارمی رو میذارید که بهتون رنج بده. مازل زن گذاشتم برای ریکویلش، اپتیک دل بخواه استاک براش گذاشتم که ریکویل خیلی بهتری میگیره. چون اگر میخواید استاک نذارید روش، من چون نمیخواستم برونن هوی بذارم زیرش استاک باشه. اگه با برونن هوی اوکی مشکلی ندارید اونو بذارید، ولی به نظر من استاک بهتره. خشام 5 تایی، اپتیک هم که دل بخواه و واقعا گان قویه. همونطور که میبینید من البته این که من چیدم برای قبل از مید سیزن بود، اتچمنت دستش نزدم و همینجوری اومدم تستش کنم. اول با همین اتچمنت تست کردم، دیدم هم نزدیک و خوب میزنه هم میدو میزنه، یعنی کاور سنایپ خفنی هم هست و میتونید که بهتر از HRM کاور اسنایپ، یعنی اگه بخواید کاور اسنایپ بردارید من این SMG رو بهتون پیشنهاد میکنم. توی رنج اگر فایت برابر باشه همزمان شلیک کنید با انمیتون میخورید از HRM، ولی HRM توی فاصله مید از این گان ضعیف‌تره و به خاطر همین میگم کاور اسنایپ، چون شما با اسنایپ میدو اگه یه میس بدی کار تمومه، ولی با این گان قشنگ عین یه ایار میخوری میدو. پس این SMG کاور اسنایپ با این اتچمنت. اگرم خواستید مثلا کاور اسنایپ نچینید، آندرولل میتونید اینو روش بذارید که هم به ریکویل کنترل بده هم موبیلیتی فستری بده که گان فست تر بشه. برلش هم میتونید به جای اون که بهتون رنج بده، به جای اون میتونید این برل رو انتخاب کنید، یه ذره بهتون ریکویل کنترل میده ولی موبیلیتی و هندلینگتون رو بالا میبره که فستر میشه گان. پس این لودات هم لودات واقعا متاییه. من خودم برای رنگ این ایار با HR موبر میدارم. اینو گفتم کاور اسنایپ، این برای کاور اسنایپ بسیار SMG جوابیه. لودات سوممون گانی که به تازگی حالا توی پچ نوت نوشت باف شده بود، گان هولگر 556 که من قبل اینکه بیام یادم رفت اصلا این کیتش رو اصلا روش تست کنم ببینم این کیت چی جوریه. حالا با هم دیگه میریم کیتش هم تست میکنیم. بریم اول این اتچمنتی که من بهتون دادم و با هم دیگه تست بکنیم. یه ذره ریکویل داره بچه‌ها، ولی واقعا یه سنتی که هم نزدیک و خوب میزنه هم رنج و خوب میزنه. ریکویلش یه ذره زیاد، یعنی من هر چیزی هم که برای ریکویل باشه روش گذاشتم، ولی خب باز هم ریکویل زیاده. برونن هوی گذاشتم روش، مازل زهم من بهش میگم بچه‌ها، زهم گذاشتم روش که ریکویل بگیره. برلش هم بهترین برل سومی بود از نظر من که هم ریکویل کنترل میده هم رنج بهتون میده و خشاب 40 تایی بیشتر از اون نداره. اپتیک هم که دل بخواه. این اتچمنت رو داشته باشید. الان با هم دیگه بریم این کیت هم بذاریم روش. برل و لیزر و اینا که اصلا به فاک رفت، اینا هم دسته میزنیم بهش و چیز دیگه هم نمیتونیم اضافه کنیم به اتچمنت. نه خب تقریبا همونه دیگه، همون اتچمنتی که من چیدم، فقط برل و لیزر خودش روش گذاشته. بریم که با هم دیگه اینو تست کنیم ببینیم. اوه what the fuck، چه ریکویلی میده. ولی خب
یا حضرت دوست، هر چه دارم از اوست. این چیه؟ بچه خوب میزنه ولی رنج رو نمیتونید باش بزن. یعنی این نهایت کنترلی که میتونید داشته باشید. یه سطح مست دارم میکشم آقا. این چه چیز مزخرف. بذارید من یه دونه دی پی آی رو زیادتر بکنم، یه ذره کنترلم روی گان بیشتر بشه. یا حضرتم این چیه بابا؟ اصلا به درد نمیخوره کیتش. یعنی به درد میخوره ولی ریکویل داره ها. ریکویلشو اصلا فجیه. یعنی شما به نظر من اپتیک روش نذار، بیا اگه میخوای استفادهش کنی یه دونه استاک روش بذار، کار جمع کن. اون استاک بذاری روش اصلا تمام. این استاکو بذار روش به جای اپتیک که حداقل یه ذره ریکویل بگیره. هندلینگ و موبیلیتی رو که رید توش. او خودش اپتیک داره، چه جالب. آها باز این یه چیزی شد. باز این هنوزم یه ذره ریکویل داره ولی این قضیه که خودش اپتیک داره بچه نزدیک و خوب میزنه. یعنی دوتا تیر میزنه. یعنی شما 2 بار کلیک بکنی نزدیک مرده نمیده. گان عجیبی. یعنی میسات زیاد میشه. یعنی یه لحظه گان رو ول کنی قشنگ رفته برای خودش. یه ذره رنج بد که نه، خیلی ریکول داره. گان قوی ها بچه، اصلا نه گان ضعیفیه. یه جوری مثل دیجی 58 دیجی 56 بود. چی بود اون سیزن اول باف شده بود 3 تیر میزد اون عین اون میزنه ولی خب اون اصلا ریکولش صفر بود ولی اون ریکولش بسیار زیاده. اگر میخواید اینجوری بزنید گان که این اتچمنتشه دیگه، بهتر از این نمیتونید بچینید اتچمنتشو. استاک اولی خشاب 40 تایی براون هوی و جک بی اف بی. اینجا ذهن هیچ کاره است، عملا هیچ تاثیری نداره. جک بی اف بی بذار بلکه ریکویل رو بیاره پایین. این بود. اون قبلی هم خوب بود، اینم خوبه. این از اون قوی تره ولی خب ریکویل داره. اچارم هم که همون اچارم، من قشنگ شوکه شدم اینو دیدم، مثلا فکرش نمی‌کردم. دومین گانی که طبق پچ نوت من نوشتم ام سی دبلیو چیدم، ام سی دبلیو که متا اونجا باف شده بود. نمیتونم بگم گان متا، یعنی اون اس وی 545 از این متا تره ولی خب این نوریکویل تره و اس وی 545 از این قوی تره. خوب میزنه بد نمیزنه. گان خوشدستیه ولی خب اکتیویژن هم کاراش معلوم نیست. کامرسیشن کیت برای هولگر داده، اصلا مغز منو درگیر کرد. نه به اون دمیجشو میده نه به اون ریکویلش. برل اولی رو گذاشتم روش. مازل ذهن آندربرل براون هوی 60 تایی و اپتیک هم که دل بخواه. اچارم هم که اس ام جی متاه با همون اتچمنت قدیم. و اما گانی که نرف شد اما متال MTZ 762 گان تقریبا نوریکویل و خوبی که نرف شد اما هنوز به همون قدرت قبل از آپدیت هنوز پاورجاست ولی یکم ریکویلش بیشتر. قبل آپدیت یه ذره ریکویلش بیشتر شده ولی خب هنوز هم متال، هنوز هم گزینه خوبیه. و جواب واقعا. و باز هم اشاره دومی لودات آخرمون هم که اسنایپ ایکس اسمش چی بود بابا؟
XRK استاکره که بچه تقریبا من تعجب کردم به جای که نرف کنن باف کردن. این چیز عجیب از اکتیویژن باف کردن و مثل این که فایر ریتش بود، منظور همون زمانی که طول میکشه که تیر اول میزنید گلنگدن بکشه تیر دومو بزنه رو کم کردن، یعنی گانو عملا فستر کردن. ولی خب ولی من اینجا اچاره گذاشتم، میگم هنوز عوض نکردم، اینجا اچاره گذاشتم، اینم اتچمنت اسنایپه اچاره گذاشتم، ولی به نظر من کاور اسنایپ WSP9 خیلی چیز قول‌تریه. واقعا WSP9 رو هستم برای رنج و خلاصه که این هولگره بد رفت رو مخم. نمیدونم الان این میشه به عنوان متا ازش استفاده کرد داخل بازی یا نه، چون واقعا قوی میزنه. یعنی قشنگ شما دوتا بزنی میرمی شسته رنجو اگه میسندی 3 تا باید بزنی، ولی خب ریکول داره فضایی. و در آخر بریم سراغ لودات های پیشنهادی من. اگر میخوای یک LMG قوی توی مود بتل برای رنج بالا بزنید برونن MK9 رو بهتون پیشنهاد میکنم. اگر میخوای یک AR بزنید که هم فاصله نزدیک و هم دور رو رنده کنه بشوره انمی رو، SV545 بزنید به همراه H4M، نه WSP9، به همراه H4M. پس تا الان لودات متا از نظر من اینه برای رنگ که 100% اینو بزنید. اصلا برای بچه ها رم 7 هم نرف شد و قشنگ کلا ریدن توش، کلا نرف سنگین شد، یعنی اون رنجی که میتونست بزنه برای ریسارجنس خوبه دیگه. بتل رویال خوب نیست و منم دیگه پیشنهادش نمیکنم. ایاری که نتونه تو بتل رویال خودی نشون بده رنج بالا دیگه ایار نیست، اون یه SMG. اگه بخوایم SMG بزنیم رم 7 و رم 9 میزنیم که از اون قوی تره. پس تا الان لوداتی که من بهتون پیشنهاد میکنم SV545 و H4M9 که بزنید برای رنگ عشقشو ببرید قشنگ متال. و هولگر رو بهتون پیشنهاد نمی کنم این کانورسیشن کیتشو، ولی با اون اتچمنت قبلی که بهتون دادم اون خوده، اونو بزنید عشق کنید. برای بتل رویال خوبه، برای رنگ زیاد مالی نیست. از MCW بهتون پیشنهاد نمی کنم و از نظر من متا نیست. MTZ هم نسبت به SVA حاجی هر دفعه این SVA رو میزنم نظرم عوض میشه. خدایی گانه قویه، اینم گانه بدی نیست، قویه، خدایی قویه. اکتیویژن نمیدونم چی کار داریم داشت تو که آپدیت میدید 4 تا گان چیزو متا کن دیگه، یعنی چی برای خودت؟ همه گانا یه برونن MK9 اضافه شده با یه دونه هولیه، تمام، بقیه گانا همونا. MTZ هم متای اسنایپ هم که دیگه برترین اسنایپ بازی همینه که تا فاصله 70 متر 70-80 متر وان شاته، فاصله زیاد و 2 شات میکنه. برای فاصله زیاد کت باید برده، کت ایمار که واقعا سنگینه. من این اسنایپ رو بهتون پیشنهاد میکنم، یعنی یه طوریه که دوتاش هم میتونید بزنید پشت سر هم. و خلاصه که این بود از لوداوت های برتر بازی بجز MCW رو مثل این که نه اونقدر مالی نبود و نتمام پرید مثل همیشه. خلاصه که مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک کامنت و ساب حتما فراموشتون نشه. واقعا نفهمیدم چی گفتم بچه، واقعا سرم درد میکنه، چشام تیر میکشه، بدجور مریض شدم و فقط اومدم یه ویدیو بگیرم که بدون گان نمونید. و این بود از لوداوت های برتر بجز MCW رو نیستم، یه هم دمیجش پایینه هم
یه ذره ریکویل داره و به درد نمیخوره به نظر من. ولی بقیه لودات‌های برتر و متای بازی بودن. برترین LMG رو بهتون نشون دادیم، دوتا اسنایپر، دوتا SMG برتر بازی و دوتا AR برتر بازی. برون MK9 که LMG بود، HRM9 و اون که چی بود بابا، WSP9 دوتا SMG برتر بازی، SVA 545 سه تا AR داشتیم، هولگر 26 و تیزت 762 سه تا AR برتر بازی. اسنایپی هم که من بهتون پیشنهاد میکنم XRK هستش که اسنایپ فوق العاده ایه. اینا کلا بود از متاها بعد از آپدیت و حتما چون من الان فردای آپدیت دارم رکورد میکنم، هنوز خیلی از گانا رو تست نکردم. حتما همه گانا رو میرم دونه دونه تست میکنم که ببینم متای مخفی چیزی هست یا نه. حتی اکتیویژن ممکنه با کوچیکترین تغییر، چون درصد به ما نمیده توی پچ نوت و فقط مینویسه من اینشو بردم بالا، درصد نمیزنه چقدر، و سر همون باید همه رو تست کنید ببینید. مثلا اون MTZ اینترسپتور اولیش که نمیدونست دو شاته، بعدن متای به عنوان متای مخفی دو شات اومد روی کار رو ترکوند همه رو. پس حتما همه گانا رو تست میکنم. اگر متای مخفی بود ویدیوشو براتون میگیرم میذارم. مرسی که تا آخر دیگه همراه من بودید. لایک کامنت ساب حتما فراموشتون نشه و تا ویدیو دیگه و پارت دیگه از این بازی مزخرف شما رو خدا بزرگ میسپارم. Я был прав, но несчастлив. Разбуди меня огнем. Может стать, попытаться, можешь поделиться с ним. Everyday перетяги, дышу музыкой назло. Я тону